واقعا شب با صفاییه، چه هوای خوبیه. خدایا ما از تو تشکر میکنیم که تو مال همه هستید. تو بندگان تو به حساب رنگ و نژاد و زبان و پوست و مسائل مادی تقسیم بندی نکردی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خدا مال همه است، برای همه است، ناامید نباشید. دستت بلند کن. خودت تنهایی باور بکنی به خدا رسیدن و توبه کردن نیاز به ملا هم نیست، نیاز به مدرسه دینی هم نیست. دستت بلند کن، خودت برو پشت بوم. او خدایا من اشتباه کردم. یک نیروی برتری هست که همیشه قلب انسان در ناامیدی، در سخت‌ترین شرایط بازم امید نجاتی داره و اون الله هست. آرامش پیدا میکنی. در مصر هنرپیشه ها دارن توبه میکنن، هنرپیشه هایی که فیلم های زشت بازی کردن. خیلی سخته. یک جوان مسلمان تو منطقه خودمون نهایتا سیگار کشیده، یه وقت شراب خورده، فیلم زشت بازی کرده، فیلم مبتذل بازی کرده. چند سال پیش در تهران در نمایشگاه کتابی رو مشاهده کردم، نوشته بود الفنانات الطالبات، زنهای معروف هنرپیشه های مصر الطالبات. الفنانات الطالبات. چند زبان بلدن، دنیای پول دارن، ایشونوش بلدن، میدونن چطوری معصیت خدا بکنن. هنرپیشه نمیدونه معصیت بکنه. هنرپیشه ها کسانن و خواننده ها که در معصیت کردن به اوج رسیدن، یعنی میدونن چطوری معصیت و گناه بکنن و چه گناهی بکنن و چطوری گناه بکنن. امکاناتش هم دارن. کات استیفنز هم توبه کرد، شد یوسف اسلام. یکی از شبها یکی از تلویزیون های عرب مصاحبه میکرد با یکی از همین فنان طالبات. من کانال گرفتم، یک دفعه دیدم که داره مصاحبه میکنه و یک سوال خیلی تندی ازش کرد. گفت که خواهر فلان، شما الان متوجه شدی که از روزی که شما توبه کردی و حجاب اسلامی پوشیدی و نماز میخونی و رو به خدا آوردی و شرم حیات رو حفظ کردید، شما متوجه هستی که بیشتر فیلم های شما و نوارهای شما رو دارن تکثیر میکنن؟ گفت ما تصمیممون گرفتیم. زنی بود در حول و حوشش 50 سال. میگو ما تصمیممون رو گرفتیم. اگه هر روز عکس‌های گذشته ما رو چاپ بکنن، اگه هر روز فیلم‌های مبتذل ما رو تکثیر بکنن، تو سینماها بذارن، ولی الله دیگه از عرفت فلزم، ما شناختیم بس دیگه، رو به خدا آوردیم، خدا کمک ما میکنه. ما خسته نمیشیم. توبه به انسان قدرت میده.